صدا خواننده‌ای هست با این مشخصات: موها فرفری و بلند، عین بزغاله های صادراتی. یه من روغن سوخته و گریس و واسکازین و والوالین و این صحبت هم برداشته تو موهاش مالی قیافه‌اش مامان امینه اینه شده. تون صداش هم مثل این آدمایی میمونه که شب تا صبح انقدر داد زدن هوار زدن این حنجره دیگه گرفته، صدا دورگه است. بعد کم که میخونه یه فیگوره خاصی داره موقع خوندن، یا در حال نرمشه یا در حال دفاع شخصیه یا در دقیقه 90 آبگوشت داره محتویات تای قابلمه رو میکوبه. وقتی هم که میخونه میگه دیشب دوباره اولین نومتو خوندم، با چشم گریون دروغاتو سوزوندم. منو بگو که عشق تو باور کردم، تموم لحظه خورو به یادت سر کردم. آخ اریتی لیلی عشقت منو کش، اریتی لیلی عشقت منو کش. مزهش به این یه بارست.